با مناسبت 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020 و 2040 از طرف کافدره گیوگرافی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین با اقدام مدیر کافدره حکمتزاده کرامت الله آزمون جغرافی تحت عنوان 7 برج تاجیکستان برگزار گردید. مراسم این آزمون را مدیر کافدره جغرافیای دانشکده آموزگاری تاجیکستان حکمتزاده کرامت الله حسنی آغاز بخشید. سپس رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین پروفسور معظمخان انصاری درباره مقصد و مرام این چاره‌بینی معرفتی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده به اشتراکچیان آن کامیابی‌ها آرزو نمود. پیرامون هدف‌های اساسی آزمون جغرافی 7 برج تاجیکستان مدیر کافدره جغرافیای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین کرامت الله حکمتزاده و دانشجوی کورس 3 فاکولته جغرافیا و بیولوژیا رجب و اندیشه های خویش را چنین ارزیابی نمودند. مقصد جمع نمودن دانشجویان این می باشد که بلند برداشتن سطح دانش، سویه و وطن دوستی دانشجویان می باشد. ما می خواهیم که دانشجویان در باره وطن خود معلومات های زیاد داشته باشند و حس وطن دوستی دانشجویان بیدار شود و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خود قید نمودند که بخشیده به فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تحت سالهای 2020-2040 سال فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در جمهوری تاجیکستان اعلام کرده شود و آزمون علم فروغ معرفت در تمام مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان گذرانیده شود. ما با این مقصد آزمون 7 برج تاجیکستان را در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در فاکولته گیوگرافی و بیولوژی گذرانده ایستاده‌ایم و می‌خواهیم که در آینده دانشجویان ما در سطح جمهوری برآمد نموده سزاوار جایهای نمایان گردند. مقصد برگزار گردیدن این آزمون در آن می باشد که 7 برج تاجیکستان در بین 7 فاکولته های دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین برگزار گردید. یعنی این 7 ناحیه های اقتصادی جمهوری ما می باشد. در آزمون 7 گروه از فاکولته های گوناگون دانشکده آموزگاری تاجیکستان شرکت ورزیده در اساس نظامنامه با سوال های مطرح نموده هیئت حکمان جواب های خویش را پیشنهاد کردند. پس از جنبست آزمون از طرف حکمان جای اول با برج زرافشان با فاکولته طبیعت شناسی و تربیت جسمانی دانشکده آموزگاری تاجیکستان، جای دوم با برج وحش با فاکولته تاریخ و جای سوم با برج خوجند فاکولته زبانهای خارجی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در یک فضای تنتنوی مقرر گردیده با غالبان افتخارنامه، دیپلم‌ها و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. همزمان از طرف مأموریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان و کافدره گیوگرافی دانشکده با اشتراکچیان فعال این آزمون و دیگر گروه‌ها که دیگر برج‌های تاجیکستان را معرفی نمودند افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. رهبریت کافدره بار دیگر تاکید نمودند که برگزاری چنین آزمون‌های معرفتی برای بلند برداشتن سطح دانش و ملکه دانشجویان اهمیتی بسا کلان دارد و در سال فرخنده 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین تصمیم گرفته است که چنین چاره‌بینی‌های معرفتی و آزمون‌های گوناگون را باز هم بیشتر راه اندازی نماید. گزارش عباس همراه‌زاده خیام جورایف از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین.